کره جنوبی کره جنوبی یکی از کشورهای آسیای شرقی به حساب رفته سال 1948 استقلالیت کامل خیش را به دست آورده است. این کشور از 16 ولایت عبارت بوده مساحتش 100,000 کیلومتر است و اهالیش زیاده از 51 میلیون نفر. این کشور سرحدات خشکی دارد اما کم با کره شمالی و سرحدات آبیش زیاد است. سرحدات آبی و خشکی آن در عموم 2754 کیلومتر را در بر میگیرد. کره با چین، ژاپن، اتحادیه اروپا و امریکا، البته ایالات متحده امریکا، روابط خوبی تجارتی و سیاسی دارد.